برا من اولیشو فوتوچینی بزن. چی گفت؟ از این ور خمیر پاستا میاد تو، از اون ور فوتوچینی در میاد. فوتوچی؟ اولیش فوتوچینی. فوتوچینی؟ فوتوچینی تو آلفردو. ببینید دوستان، تو سال 2025 کسی که هنوز به فوتوچینه میگه فوتوچینی مثل میمونه که به ورساچه بگی ورچاسی، یعنی در همین حد واقعا. بعد حالا یکیشون هم نزدیک 5 میلیون فالوور داره، فود بلاگر. یکیشون هم پر ادعا اولین مرکز تخصصی پاستا در ایران. بعد به فوتوچینه میگن فوتوچینی، نه فوتوکپی. حالا یه چیز دیگه هم میگه، اینو گوش کنید. بعد از اینکه چند ساعت ورزاده شد تبدیل میشه به خمیر تازه پاستا. من نمیدونم چرا اینا فکر میکنن اگه عدد و رقم ها رو بالا ببرن، تایم و زمان و یه سری با این چیزا بازی کنن، مثلا نشون میدن که خیلی خفن‌تره اون غذا، یا ما خفن‌تریم، یا کار خیلی سخت‌تری داریم میکنیم. ساعت ها ورز دادن نه نده. خمیر پاستا رو اگه ساعت ها که ایشون میگه ورز بدی دیگه پودر میشه، چیزیش میمونه. حالا بماند از ایرادهای دیگه‌ای که اینا دارن تو این ویدیو، وقت نمیشه بهشون اشاره کنم. اینم بگم ایشون هم تو اندرزگوه، مثل که ایراد از آب و هوای اندرزگوه.